دستگاه فروشگاهی برند پوزبانک بعد از نیم ساعت خاطر خشک بودن سیلیکون هاش دماش میره بالا، کارکرد سی پی یو میره بالا و داخل نرم افزار محک به گفته مصرف کننده دستگاه هنگ میکنه که بعد از سرویس قاعدتا این مشکل حل میشه و تست سی پی یو رو براتون حتما میذارم. خب در ادامه میبینیم که کارکرد سی پی یو شده 1%، همینطور SSD و رم که صورت ثابت بدون نوسانه و این قاعدتا به خاطر همین سرویس تعویض سیلیکون و پد سیلیکونی دستگاهه که باعث شد این اتفاق بیفته و کارکرد دستگاه خیلی بهتر میشه اینطوری و سرعت بهتری داره، طول عمر بهتری داره و از هر لحاظ دستگاه توی حالت نرمال تری قرار گرفته.